ولی تحقیق در محل خودش این است که همین جوری که ما موظفیم در اخذ مسائل فقهیه مدارکی خودمون پیدا کنیم، موظفیم به رسیدگی به حال اشخاصی را که در سلسله سند این روایات هست. اکتفا کردن تنها به قول اون متخصصین برای ما کفایت نمی‌کنه و از این جهت است که علما کتاب‌هایی در رجال تألیف کردند. مشهورترین کتاب که امهات کتب رجالیه است کتاب رجال شیخ طوسی است، کتاب فهرست شیخ طوسی، کتاب رجال کشی، کتاب رجال نجاشی. این 4 تا در درجه اول رجال های ماست. بعد از اون دیگه متأخرین از اینها اخذ کردن با تتبعاتی که خودشون داشتن، مثل رجال ابن داوود، خلاصه علامه، تحریر طاووسی، رجال حاشی سید داماد برکشی و الی ماشاءالله که در این کتابخانه مبارکه ما صدها از کتب رجالیه هست، یا مستقلا شرح نوشته شده، یا شرح بر یک کتاب رجالیه، یا تعلیق بر یک کتاب رجالیه و تدریس هم میشد. حتی تا این اعصار متأخره کتب رجالیه تدریس میشد. خود حقیر مدتها درس رجال خوندن خدمت مرحوم آقا آصد حسن صدر که در کاظمین بودن و ایشون دایی پدر این مرحوم آقا محمد باقر صدر که اخیراً این اشقیا او را به شهادت رسوندن، دایی پدر او بود. درس خوندم رجال را، درس خوندم خدمت آمیز محمد تهرانی که در سرمن رعا بودن، درس خوندم خدمت حاجی میرزا ابوالهدی کرباسی که نوه حاجی کرباسی و از علمای زهاد ایران بودند. درس میخوندیم اینها را، درس میخوندیم، درس میگفتیم پنجشنبه جمعه ها و تعاطی نوعا صرف این علوم متفرقه میشد. همان گونه که اشاره شد این کتابخانه دارای کتب متنوعه اسلامی و غیر اسلامی در علوم مختلف هست. از جمله کتاب‌هایی در علم جبر یعنی علوم غریبه به اصطلاح می باشد که یه نمونه از کتاب جبر جامع رو قبلا از نظرتون گذروندیم و نیازی نمی‌بینیم که دیگه این نسخه رو به شما نشان بدیم و امثال ذالک کتاب‌های دیگری در علم جبر در این کتابخانه وجود دارد. توضیحات لازم رو در باب علم جبر باز هم حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی در اختیار شما قرار خواهند داد. اصل علم جعفی که از علومی است که در سابق حتی قبل از اسلام به 2-3 هزار سال بلکه بیشتر، حتی بنا به قول بعضی از مورخین از زمان حضرت ادریس، و این از علومی است که میگویند ادریس تعلیم کرده است به بشر و علم حروف هم از این تعبیر میکنن. سوالاتی میکنن به حروف و جوابهایی میدن. مثلا سوال کرده بود یکی از جفاری که مرحوم والد باشه کیف حال الرضا مع المأمون، جواب آمده بود قتله بالسم. در این که حقیقت دارد این علم و از آثار بزرگان است. عده زیادی از علمای اسلام زحمت ها کشیدن، تألیفاتی دارن. از جمله تألیفات همین جفر جامع است که میبینید که بعضی نوشتن که اصل این متخص است از مولا امیرالمومنین، بعد دیگه اون وقت الحاقاتی شده است بهشون. و جفر سید حسین اخلاقی که از بزرگان این علمه، جفر غلام رضای دهدار، جفر محمود دهدار، اینا از بزرگان در علم حروف هم. و این علم علمی است بسیار شریف و حقیقت داره، منتهاش مدعی کاذب خیلی داشته است در دنیا، لذا فرساند برای که تو سری خورده. مثلا از جمله فرساند برای این که این تقسیمات این علم قسمت کردن به محصله، اوفاق، ضد معکوس، چه اصطلاحاتی دارند اینها. و امروز هم کم و بیشی در اطراف اکناف دنیا هستند کسانی که وارد در این علم هستند ولیکن داعی بر اظهار ندارن. کسی که فرساند بر این که احتیاجی ندارد این که این علوم را مأکل و مشرب خودش قرار بده، چه داعی دارد به اظهارش اینها. و البته بسیار مؤثر است در این علم روحانیت و جلای روح، مهذب بودن اخلاق، مهذب بودن نفس، اینها خیلی مدخلیت دارد در این علم. و علم جفرم، جفر که گفتن برای این است که جفر به معنی پوست بزغال است. روز اولی که این کتاب نوشته شده است و تألیفی در علم جفر شده روی پوست بوده. پوست بزغاله چون نرمه و نمیپوسدن
این زودی مثل کاغذ. لذا اصل خود این علم رو کم کم علم جفر گفتن که جفر یعنی پوست و بزغال است. در مقابلش علم رمل است که اون اشکال است. این از حروف سوالاتی میکنن با حروف، در علم رمل از اشکال و نقاط سوال میکنند. هر دوشون هم علم حقیقت دارین، واقعیت دارین و علمای اسلام هم تصانیف زیادی در این علم دارن که در کشف ظنون و جاهای دیگه اشاره شده است به اغلب این کتبی که در جفر یا رمل تعریف شده است. و جفر جامع یکی از اون کتاب‌های معروف در این علم است. شروحی هم دارد جفر جامع، از جمله شرح مرحوم میرزا محمد اخباری که کشته شده است در اوایل قاجاریه و اون مرد بسیار فوق‌العاده‌ای بوده است. 8-9 سال 10 سال در جنگل‌های هندوستان مشغول ریاضت کشی بوده است. او شرحی داره بر این جفر جامع که حقیر او را پیش اساتید این علم دیدم ولی خودم ندارم. من اکنون یک کتاب معتبر فقهی شیعی رو از نظر شما بینندگان عزیز میگذرونم. این کتابی است به نام مبسوط، تالیف شیخ الطائفه محمد ابن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، متوفا به سال 460 هجری در نجف اشرف. این کتاب فقهی بسیار مفصل و از طهارت تا گیات می باشد، به عربی البته. این نسخه به خط نسخ شمس المعالی ابن علی ابن محمد محمدی شاگرد شیخ طوسی که در محرم سال 507 هجری قمری نوشته شده. در حاشیه تصحیح شده این نسخه از نظر قدمت و خط کاتب آن که از شاگردان مؤلف است فوق‌العاده قابل اهمیت می باشد و جزء کتب خطی این کتابخانه به شمار می رود. توضیحات لازم رو در زمینه علم فقه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی در اختیار شما علاقمندان قرار خواهند داد. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه خیلی وقت تنگ است و وسعتی نیست، مطالب زیادی در این باره هست، ولی ناچارم فشرده چند کلمه عرض کنم. علم فقه از علوم شریفه اسلامی است و در درجه اول علوم اسلامی است بعد از تفسیر و بعد از عقاید. و علم فقه اول کسی که در علم فقه تصنیف کرده و تألیف کرده علی ابن ابی رافع از اصحاب و خواص امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. پدرش ابو رافع کاتب پیغمبر اکرم بود، علی ابن ابی رافع کاتب خود امیرالمؤمنین بود و او مسائلی از وجود مبارک امیر سوال کرده راجع به صلات و طهارت و حج و اینها رو می نوشته. این اول کتاب است که در اسلام در فقه تألیف شده و علمای اهل سنت اشتباهاتی دارند که میگن مثلا اول مؤلف در فقه قاسم ابن محمد ابن ابی بکر است، با اینکه اینجور نیست. علی ابن ابی رافع است و اون زماناً هم مقدم بوده بر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. به هر حال بعد از این علی ابن ابی رافع دیگه شروع کردن علمای اسلام تمام مذاهبشون به نوشتن کتاب‌های و تألیفی و قلم‌فرسایی‌هایی در اطراف علم فقه. و البته علم فقه علم به احکام شرعیه است از روی ادله ای را که از او باید استنباط بشه احکام شرعیه پیش ما تابعین حضرت جعفر ابن محمد الصادق، مدارک فقهی ما و اون چه که از او باید استنباط بشه احکام شرعیه عبارت است از کتاب الله قرآن شریف و اخبار شریفه و اجماع و حکم عقل. این 4 تا ادله‌ای هستن که پیش ما حجیت داره و از اینها می توانیم استنباط بکنیم احکام خدا رو. البته ترتیب داره. اول رجوع به کتاب الله میکنن، از او آیه‌ای که اخذ میکنن راجع به حکم، بعد رجوع میکنن به اخبار، ببینن در اخبار تقییدی، تخصیصی، بیانی، توضیحی چیزی هست، از اخبار استفاده میکنن. بعد میبینن در مسئله آیا اجماعی هست بین علما یا نیست مثلا. و بعضی جاها هم البته حکم عقل حاکم است و چون در دلیل نقلی نداریم اون موارد عقل حاکمه. این مدارک فقهی در نظر ما. و مدارک فقهی
در نظر حنفیه که امام اونها ابو حنیفه است عبارت است از قرآن و اخبار و اجماع و قیاس را او حجت میدونه. معروف ترین عالمی که در دنیا قیاسات را حجت میدونه ابو حنیفه است. و پیش شافعی ها مدارک فقهی کتاب الله است و اخبار است و اجماع و حکم عقل و مختصری از عمل به قیاس را اون هم تجویز میکنه. پیش احمد ابن حنبل که امام حنبلی هاست که این وهابی های فعلی حجاز و دیگران تابعین او هستند، مدرک فقهی او کتاب الله و الاخبار و السلام، نه دیگه اجماع نه عقل نه فرض قیاس، اینا رو هیچ کدام حجت نمیدونه احمد ابن حنبل. مالک ابن انس که امام مالکی هاست که در مغرب زیادن مذهب مالکی، در افریقا اونها فرضونه بر این که مدرکشون کتاب الله است و اخبار و اجماع. این مدارک فقهی است نظر به مذاهب اسلام. و فقه هم البته تقسیماتی داره: عبادات، معاملات، سیاسات، احکام. 4 تقسیم داره. عبادات اعمالی رو میگن که اتیان به اونها و صحت اونها محتاج به قصد قربت، مثل نماز، روزه، حج، زکات، خمس، از این قبیل. اینا رو میگن عبادات که صحت عمل متوقف است به قصد قربت. معاملات چیزهایی رو میگن که محتاج به قصد قربت نیست، نه خصوص معاملات که بیع و شراء و این حرفا باشه. هر فعلی که محتاج به قصد قربت نباشه صحت او رو معامله میگن اصطلاح. سیاسات عبارت از فرضاً در این که از باب حدود، دیات، این احکام، اینا رو سیاسات تعبیر میکنن. احکام عبارت است از باب قضا و شهادات و اینها. این یک تقسیم است در فقه. تقسیماتی داره فقه به اعتبارات مختلفه و موضوع علم فقه عبارت است فرضاً در این که از فعل مکلف، که از فعل مکلف بحث میشه که این فعل کجا واجبه، کجا حرامه، کجا مستحبه، کجا مکروهه، کجا مباحه. غایت و نتیجه فقه چیه؟ سید بحرالعلوم فرمود موضوعه فعل المکلفینا غایته الفوز به علیینا. فوز و رستگاری در اعلی درجات است. این نتیجه فقه است. نظام دنیاوی این است که رعایت باید بشه احکام فقهیه و به حمدالله و المنه غنی ترین طایفه‌ای و غنی ترین مذهبی از مذاهب دنیا مذهب جعفری است از حیث کثرت تألیفات فقهیه. از هر مذهب تفتیش بفرمایید، تحقیق بفرمایید، به کتبی را که فهرست تألیف نوشته شده است خواهید دید که تألیفات مذهب جعفری در فقه به مراتب بیشتر است از تألیفات فقه سایر مذاهب و به حمدالله فروگذاری نکردن. گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ اینها زحمت ها رو کشیدن، برای ما این یادگارها را گذاشتن. خدای بصیرتی به ما مرحمت کنه بیشتر، یه توفیقی بیشتری مرحمت بکنه که ما استفاده بکنیم و نگذاریم زحمات این اشخاصی را که زیر خاک رفتن به هدر بره و نگذاریم که فقه قطع نسل بشه در دنیا. این فقه مختصر فقه. کتابی رو که ملاحظه می‌فرمایید کتابی است در اصول به نام رد علی رد القوانین از میرزا ابوالقاسم ابن حسن گیلانی قمی معروف به میرزای قمی، متوفا به سال 1231، مدفون در قم. کتاب قوانین از کتب اصولی معتبر است که در حوزه‌های علمیه تدریس میشه. این نسخه تماما به خط مؤلف است و نظر به این که خط مؤلف است فوق‌العاده قابل اهمیت می باشد. توضیحات لازم رو در زمینه علم اصول حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی در اختیار شما علاقه‌مندان قرار خواهند داد. علم اصول اولا اصول 2 اطلاق دارد در لسان علما. اصول فقه داریم و اصول اعتقادیه داریم. اصول اعتقادیه اشاره به علم کلام. اصول فقه علمی است که مقدمه است از برای فقه و در حقیقت علم مخصوصی نیست،
در اصطلاح اهل ادب باید او را فن گفت. فن یه چیزی میگن که جمع بشد از مختلفات و متشتتات. علم اصول از این قبیله. مثلا بعضی از مسائلش کلامی است، بعضی از مسائلش ادبی است، بعضی از مسائلش فقهی است. مجموع من حیث المجموع را میگن علم اصول. و این علم اصول از اون علومی است که فوق العاده محتاج است شخص مستنبط احکام شرعیه و بخواد که فقیه بشه، شدت احتیاج را به علم اصول فقه داره. و اصول فقه اولی که فرضاً در دنیا تأسیس شده، در اسلام تأسیس شده است، اولش از امام باقر علیه السلام است و از امام صادق علیه السلام که این دو بزرگوار تعلیم کردند بعضی از مباحث الفاظ را به بعضی از اصحاب خودشان. بعد از این دو بزرگوار ابان ابن تغلب که یکی از علمای شیعه است، در تفسیر، در حدیث، در کلام، در فقه، از اصحاب امام صادق هم هستند. این کتابی در مباحث الفاظ نوشت. مباحث چون اصول دو قسمت است، مباحث الفاظ و ادله عقلیه. مباحث الفاظ در اصطلاح از اول فرضاً بر این که مشتق، از اول مشترک، از مترادف، از اینها شروع میکنه، اوامر، نواهی، عام و خاص، مجمل مبین، مطلق و مقید، اینا رو میگن مباحث الفاظ. این قسمت اول اصول. قسمت دوم از اصول عقلیه است و اونها عبارت است از اول حجیت قطع تا آخر اجتهاد تقلید. و در مباحث الفاظ کتاب‌هایی از اصحاب امام صادق تألیف فرمودند. مثلا یکی تألیف کرده است در این که امر دال بر وجوبه، دیگری تألیف کرده است که عام بعد از تخصیص به مخصص آیا حجیت دارد نسبت به بقیه یا نه، و هاکذا و هاکذا. بعد دیگه بعد از عصر ائمه شروع شد به تدوین و مرتب کردن مسائل اصولیه در کتاب‌ها، از جمله کتاب‌هایی که از قدما یادگار مونده و حوادث روزگار، حمله های چنگیز، سوختن افاقن کتاب‌ها را، سوختن فرزند بر این که هلاکو کتاب‌ها را در ایران سالم مونده به دست ما رسیده. کتاب فرزند بر این که ذریعه سید مرتضی است که به همت آیان دانشگاهی‌ها چندی قبل چاپ شد. این کتاب در اصول فقه است. و همچنین از شیخ الطائفه شیخ طوسی کتاب عدت الاصول به یادگار مونده است. بعد دیگه علمای شیعه قلم فرسایی کردن تا عصر حاضر که در قرون متأخره مشهورترین اصولی مرحوم شیخ مرتضی انصاری که استاد اساتید متأخرینه ایشون بودن. در غیر شیعه اول کتابی که در اصول تدوین شده همون کتاب الرساله شافعی و بعد از او دیگه علمای سنی آمدن و در اعصار متأخره شروع کردن به قلم فرسایی در اطراف تألیف و تصنیف کتاب‌هایی در اصول فقه. مثلا غزالی معروف کتاب فرسمت بر این که محصول نوشته است، یا فخر رازی محصول نوشته، شوکانی ارشاد الفحول نوشته، ابن حاجب مختصر نوشته، قاضی بیضاوی منهاج نوشته و همچنین کتاب‌های زیادی در اصول فقه تألیف کردند. و شیعه هم الی ماشاء الله تألیف دارد در اصول که دیگه حد و حصر نداره، چنانچه چند دقیقه قبل اشاره شد به این مطلب.